سلام ها و درودهای گرم به شما همراهان و بینندگان عزیز. امروز یک شنبه 24 اسفند ماه 1404 برابر با 15 مارس 2026 مهناز غزالی هستم با برنامه نگرش با شما. در این برنامه می‌خواهیم به بررسی تحولات ایران در سایه بحران‌های داخلی، جنگ، تنش‌های خارجی، نقش عاملیت مردم، اختلاف دیدگاه‌ها در میان نیروهای اپوزیسیون و تأثیر و نقش محوری گفتمان زن، زندگی، آزادی در آینده ساختار سیاسی ایران بپردازیم. مهمانان عزیز این برنامه خانم شهلا انتصاری، سخنگوی شورای ملی تصمیم از آلمان، و خانم نوشابه امیری، ژورنالیست و نویسنده از فرانسه. خیلی خوش آمد میگم به هر دو مهمان عزیز و گرامی و تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید، دعوت ما رو قبول کردید. خانم انتصاری، از شما شروع میکنم. این حکومت 5 دهه هست، یعنی در واقع از روزی که در واقع به روی کار آمده خواهان جنگه. با جنگ ایران و عراق هم شروع کرده، جنگ با مردم که پیوسته داشته و تمام سرمایه این مردم هم صرف اسلحه و تنش و جنگ افروزی کرده و به دفعات گفته که اون رو یک نعمت میدونه. آیا به واقع حمله نظامی خارجی در این برهه زمانی موجب تقویت حکومت جمهوری اسلامی و این اقتدارگری او میشه، یا اینکه میتونه منجر به تشدید نارضایتی مردم و تغییر حاکمیت سیاسی بشه؟ بفرمایید. همونطور من سلام عرض میکنم خدمت شما و با عرض احترام و سلام خدمت میهمان برنامه سرکار خانم نوشافرین میگم، خانم نوشابه امیری. خیلی خوشحالم که منو دعوت کردین. همونطور که خودتون گفتین، حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت جنگ طلب هستش و در سایه جنگ طلبی و خشونت هستش که 47 سال علی‌رغم تمام کارنامه سیاهی که داشته تونسته بر این جامعه حکومت بکنه و در این 47 سال به دلیل اون خصوصیت ذاتی جنگ طلبیش و به دلیل اون گسترش مذهب و اسلام که از ابتدا هم میخواست در جهان و هم در کشورهای همسایه این دین اسلام رو گسترش بده، چاره ای نداشت جز اینکه به جنگ یا اعلان جنگ بکنه. بنابراین بیشترین امکانات و بیشترین اقتصاد جامعه رو در خدمت جنگ گذاشت و خرید تسلیحات و انجام انرژی هسته‌ای، تانک ها و اسلحه های فراوان به طوری که الان ما داریم شاهد اون هستیم. 15 روزه که بزرگترین ارتش دنیا به همراهی
اسرائیل و آمریکا دارن از زمین و آسمان و دریا حمله کردن به کشور ما، ولی هنوز جمهوری اسلامی داره مقاومت میکنه. این نشون میده که علت این که در تمام این سالها سفره مردم روز به روز کوچکتر میشده، عدالت در جامعه ما نه تنها نقشی نداشته بلکه بی‌عدالتی گسترش داشته، مسئله فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی مردم روز به روز بدتر می شده، نشون میده که پس حکومت جمهوری اسلامی بنا به اون نگرش خودش که جنگ طلبی هست، تمام امکانات جامعه رو در اختیار این مسئله گذاشته بوده و به این علت هستش که مردم ایران، میشه گفت بسیاری از مردم ایران، حتی میشه گفت 90% یا 95%، البته من این رو میگم ولی چون آمار مشخص نداریم، مخالف جمهوری اسلامی هستن و اون عده‌ای هم که نیستن به دلیل نیروهای وفاداری هستن که اطراف اینها هستن و اینها تونستن به اونها امکاناتی رو بدن که اونها رو سر پا نگه دارن. معلومه که با این جنگی که شروع شده جمهوری اسلامی ضعیف میشه به دلیل اینکه خب مردم ما نه قدرت داشتن نه اسلحه داشتن، کما اینکه وقتی به اعتراضات خیابانی اومدن در اون 2 روز 40,000 نفر کشته شدن. یعنی کدوم حکومتی هستش که بیاد مردم خودش رو در عرض 2 روز، حالا من کاری ندارم از اوایل انقلاب چه کشتارهایی انجام، 40,000 نفر کشته شدن. خب در این موقعیت وقتی کشور دیگه نیاد، کشوری که این بارها از طرف اینا تهدید شده نیاد و به اینا حمله نکنه، خب مردم ایران واقعا بیشتر کشته میدادن. بنابراین حکومت ایران تضعیف میشه، با این جنگی که شروع شده تضعیف میشه، کما اینکه دیدیم رهبرانش کشته شدن، سردارانش کشته شدن. امروز اگر که این حکومت سقوط میکنه، خطر اصلی این نیست که چه کسی سر در رأس میشینه، بلکه خطر اصلی میثاق ملی ما هستش که ما برای اون اختلاف داریم. من معتقدم تنها راه برون رفت از این اختلاف یک دوره انتقالی با تأکید بر منشورهای حقوق بشری و حق به حاکمیت صندوق رأی هستش و ما نباید اجازه بدیم ترس از این اختلافات ما رو به پذیرش یک مستبد دیگه به بهانه نسل سوق بده و راه حل در حذف اختلافات نیست، بلکه در ایجاد یک ساختار دموکراتیک برای مدیریت این تنوع هستش. بسیار متشکرم، ممنونم. قطعاً که مردمی که 5 دهه هست در واقع دیگه کم کم داره به 5 دهه میرسه مبارزه کردند، از همون دقیقه به روی کار آمدن اینها فکر نمی کنم به دنبال بر سر کار آمدن استبداد دیگر یا سیستم استبدادی دیگر باشن. خانم نوشابی امیریزاده، خوش آمدگویی به شما. سوال با شما این است که سپاه پاسداران به تازگی یک بیانیه داده و مردم معترض رو تهدید کرده که اگر دوباره بخوایم به خیابونا بیاییم، ضرب عین جمله اونها، عین جمله سپاه پاسداران، ضربه محکمتر از دیماه به شما خواهیم زد. اینا که خب ادعا کرده بودن که توی دیما اینا کاری نکردن و این تروریست‌ها و به اصطلاح نیروهای دشمن خارجی کشتار انجام داده. داستان چیست؟ ماجرا چیست؟ ارزیابی شما چیست؟ سلام می‌کنم خدمت شما خانم انتصاری و کسایی که برنامه رو تماشا می‌کنن. ببینید میگن که یه کسی داشت میزد تو سر یک
به اصطلاح کسی دختری همسایه همراهی که فلان کار بکنه گفت فرید شروع کنم به کار به خاطر سازت که خوب میزنه، صدات که خوبه، یا کتکی که میزنی. حالا این جمهوری اسلامی هم در تمام این سالها همین کار کرده و به طور علنی هم دیگه کار به اونجا کشته که تو تلویزیون حالا اون نماینده سپاه که میگه چون مجریه که معلوم نیست اینا رو از کجا میارن، میشین میگه من نه اگر که این کار رو بکنید و دوباره اعتراض کنید مادرتون رو به عزاتون میشونم. خانم در مملکتی که شما آقا بود البته کسی برنامه را کرد، شما در طول 2 روز 18 و 19 که در تاریخ جنایات میمونه نزدیک 40-50 هزار نفر رو کشتید و با اون وضع وحشتناک که میبینید نمیدونم تیر آخر زدن و جنازه ها رو لای اون چیزا پیچیدن، اصلا شما دیگه از این حرفا برای چی واقعا میزنید؟ این معلوم تمام این سالها، این 47 سال در واقع در فرصت‌های مختلف در برابر شما رفتن دنبال راه حل‌هایی که به قول معروف مدنی هی بهتون فرصت دادن. انواع رؤسای جمهور رو به ما غالب کردید، درستش که بگم چپاندید به ملت ایران و طرق مختلف برای یک جمعی از خودتون انواع فساد نمیدونم هر چیزی که شما فکر کنید که میشه بهش گفت که این یعنی نابود کننده یک کشور توسط شما انجام شد. کشور ما رو فحش توش بالاتر رفته، تو کشور با الان فساد بیشترین مقدار رو داره، خاک رست ما رو، خاک سرزمین ما رو میفروشیم به همین کشورهای عربی. نمیدونم بنزینمون رو میدید، هر چی که ما داریم، جنگلامون و درختامون و آبامون و اصلا دیگه فهرست اگه بگیم که اینا چی کردن ما این مملکت دیگه عددش از دست آدم خارج میشه. خب شما این کارا رو کردید، بعد دیگه که اگه برید اعتراض کنید، بعد اون آقای رهبری که جورش رو خوشبختانه از دست داد اخیراً، حالا دیگه معروف شد ببخشید نمیگم همین گفتن موشدی که از بین رفت، ایشون آخرین بار تو گفته بود دیگه اصلا اعتراض هم نیست تو این کارا، یعنی شما اگر مشکلی دارید باید چی کار بکنید تو مملکت؟ بگید که دستگیر میشید، میکشنتون، نمیدونم فلان میکنید، بعد بیچیز رو ما تحمیل میکنیم میگه این رهبر بعدی شماست. آقا بر اساس کدوم قانون این یارو رو آوردین؟ اصلا هست نیست؟ پشت این صحنه کی وجود داره؟ این آقای نمیدونم رئیس جمهور رو چطوری آوردید؟ تمام اینا رو که نگاه میکنید میبینید ما به یک تعداد آدم زورگو طرفیم که اتفاقا به نفع جنگ به نفعشونه. اینا با درجه حیاتشون در گروه بحران‌های مختلفی بوده که بر جامعه، نه فقط جامعه داخلی، جامعه جهانی تحمیل کردن. خب این آقایون نشستن پولای کلون بردن، همشون نمیدونم کارت‌های اقامت خارج رو دارن، میلیونی میبرن. آقای شمخانی که سرش رفته میلیاردها پول ایران رو هم رفته همراهش تو جاهای مختلف دنیا نگاه کنید. اون یکی آقای غالیباف که معلوم نیست اونم یکی از مقامات مملکته، الان به اونه که میگه ساکت باشید، نگرش‌های شما بده، غلطه، فلانه، باید اعتراض نکنید. پسرش هم زمان داره ویزا میگیره، دنبال اقامت میگرده. ببینید یعنی تو سرزمینی گیر کردیم، در یک حکومتی گیر کردیم با یک ماش آدمی که خیلی ببخشید که اینو میگم ولی عین اراذل اوباشه که تو کوچه تنگ وای میستادن و بچه مردم میزدن و این تنها کاری که از آتشون برمیاد. خب اینا همین کار دارن میکنن. الان هم با یک آدم گونده تر از خودشون طرف شدن و تو همینجا که هست فقط نه آمریکا و اسرائیل، همسایه های دور و برم دارن میزنن. یعنی من نمیدونم واقعا یک سال شما در اینا به ما نشون بدی که آدم این سال توجه کنه. متاسفانه و الان هم که خب تمام اینایی که حالا خود اون آقای شمخانی که اصلا جای بحث بسیار سوالی داره که خب بالاخره وقتی که این جسد رو پیدا میکنن سرش هم بالاخره اگر جدا شده باشه باید پیدا کنن دیگه، چجوری سرش پیدا نکردن؟ و در این حالی که همه اینا فعلا جمع شدن تو مشهد. و یک مثالی هم که زدید، یک مثال خوبی خانم انتصاری داره که من ازشون خواهش میکنم بعد از این سوال اونم بگن که
گفتید یکی گنده تر از خودش پیدا شده که در برابرش ایستاده. خانم انتصاری، در شرایطی که جامعه ایران با بحران‌های مختلف اقتصادی و انباشت نارضایتی مواجه هست، آیا توقف جنگ را در صورتی که حکومت تغییر نکنه آیا به نفع مردم و جامعه ارزیابی میکنین؟ آیا مردم قادرند دوباره جنبش مدنی خودشون رو ابقا کنن و ادامه بدن، یا فقط به تثبیت حکومت اقتدارگرای منجر میشه که در حال حاضر اتفاقا با بحران‌های بسیار جدی‌تری مواجه است؟ این در حقیقت یک دوراهی سرنوشت ساز هستش. از یه طرف جنگ برای این حکومت، برای این رژیم یک نعمت و پوشش امنیتیه که به اسم امنیت ملی بتونه صدای مردم رو خفه کنه و باید ما واقع‌بین باشیم. این جنگ یک تیغ دولبه هست. اگر جنگ بدون یک نتیجه ملموس باشه و متوقف بشه و رژیم احساس بکنه که از این خطر نجات پیدا کرده، این میتونه در کوتاه مدت به تقویت نیروهای سرکوب منجر بشه. اما خطر بزرگ این هستش که اگر حاکمیت برای جبران حقارت‌های بین‌المللی و بازسازی اباحت فرود ریختن به سمت انتقام‌گیری خشن از مردم بره، ما شاهد کشتارها و اعدام‌های زیادی خواهیم بود. و چون تا رژیم بخواد که به مردم بفهمونه که همچنان اون ارباب ایران هستش. اما یه روی دیگه سکه هم هستش که اگر رژیم برای انتقام خیز برمیداره اما با بحران‌هایی که باش روبروه و دیگه نمیشه پشت دود جنگ پنهانش بکنه، سربازان خستن، بدنه حکومت، بدنه سپاه اون انگیزشون از دست دادن، اون توانایی رو در روی خونین با هموطنانشون ندارن و اگر چه که توقف جنگ یک ریسک انتقام حکومتی رو در کوتاه مدت بالا میبره، اما در میان راه و در میان مدت رژیم رو در برابر جنگ با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی تنها میذاره. جنگی که این بار رژیم نه پهپادی داره، نه دلاری داره، نه نیروهای وفاداری داره که بتونه بدنه سرکوبش باشه. جامعه مدنی این مدت در اینجا دیگه جامعه مدنی یک جامعه هستش که با توجه به اینکه قبلا هم نشون داده چه توانی داره و چه بدنه‌ای داره، میتونه بیاد و رژیمی رو که این همه ضعیف شده و از درون پوسیده شده بهش در حقیقت توافق پیدا بکنه و این در احتمالاً جریاناتی خواهند بود از جمله جنبش‌های مدنی، از جمله هسته‌های محلی، جنبش‌های دانشجویی، کارگری و کارمندان. همه اینا میتونن در این دوره که رژیم ضعیف شده و سرکوب شده و اون اعتبارش رو از دست داده، میتونه در حقیقت عاملیت مردم رو از بالقوه به بالفعل تبدیل بکنه. ممنون. اون مثال سگ مازندران رو اگه بزنید بد نیست. بله، من اینو در ویوه گفتم که شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی. یعنی اینها واقعا باید یه نفر از خود اینا قوی‌تر می اومد و گلوی اینها رو میگرفت و الا ما مردم نداریم اون قدرت و اون اسلحه رو و اون قدرت هست ولی اون وقاحت و اون بیرحمی و اون شناعت وجود نداره. مسئله شوخی نیست. مسئله که شما در 2 روز 40,000 نفر از مردم خودتو به رگبار ببندی و بعد اون حرکت ها رو بکنی، جنازه ها رو تحویل ندی، پول بگیری و مردم خفه بکنی. الان سپاه مثل این که به بعضی از نیروهاش
دستور داده که من الان دیدم تو اینستاگرام دستور داده که به مثلا خانم فلانی به برادر شوهرت بگو که این حرکات رو نکنه و الا ما یعنی هنوز هم در این مرحله داره مردم رو تهدید میکنه. بله در واقع در آخرین لحظات سقوط و فروپاشی هیچ کس با جنگ موافق نیست. من با جنگ موافق نیستم، میدونم چه تبعاتی داره، میدونم چه بلاهایی سر ما میاره، ولی جنگی که منجر بشه یعنی دو تا دشمن دارن با هم دیگه میجنگن و این وسط ما واقعا باید بیایم ببینیم که کار ما چیه. دقیقاً مسئله اصلی مردم و منافع ملی مردم ایران. خانم امیری شما ظاهراً چیزی ما اولا بگم که من حیوانات رو خیلی دوست دارم، هیچ با این مقایسهشون نمی کنم، چون واقعا حیوانات کر کدومشون شرف دارم. دومین چیزی که بگم بحث جنگ، میدونی یه بحثی که حالا من به سنی رسیدم که واقعی تر ببینم ماجرا. معلومه که خب به قول خانم انتصاری کی جنگ رو دوست داره، ولی واقعیتش اینه که ما بدون وجود آمریکا و اسرائیل حریف اینا بودیم؟ هرگز. مردم برای ما پیام میفرستن که ما دلمون میخواد که وقت این هواپیما دارن ما رو میزنن موشک و فلان و فلان بزنن و برن، وقتی میان میگیم بزن و برو. نگرانی بزرگترمون اونجاست که اونا نزنن و اینا بمونن. یعنی ما با این حکومت ما هم قصد نداریم که از مقوله جنگ حمایت کنیم، همچنین که مهمانان عزیز هم گفتن مخالف جنگ هستیم و آن عنصری که ایران رو به این نقطه رسوند جمهوری اسلامی خودش خواهان جنگه به قیمت فقر و بدبختی مردم. خانم امیری سوال با شما این است، جانم شما میتونید بعد از سوالی که کردم هرچی مایل هستید بفرمایید. علیرغم کشته شدن علی خامنه‌ای به دلیل ساختار پیچیده چند لایه و منسجم، نظم مستقر تا اکنون تا امروز که داریم با هم حرف میزنیم همچنان پابرجاست. اگر همین امروز حکومت سقوط کنه، ارزیابی شما برای یک سیستم جایگزین با توجه به اختلافات عقیده‌ای که متاسفانه در میان گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و اپوزیسیون هست چگونه است؟ چون معقول میدونم شما هم خواهان یک سیستم دموکراتیک و مردمی هستید. جنگ میخواد، نه سیستم استبدادی میخواد. ما اینا رو کشیدیم، با اینا زندگی کردیم دیگه. پس اگه پیشنهادهای دیگه‌ای داریم برای اینکه از شر این وضعیت راحت بشیم. همین امروز میخوندم که در یک تلویزیون در کانادا 70 سازمان مارکسیستی، اسلامگرا و انواع ایدئولوژی‌ها با پول جمهوری اسلامی، یعنی با پول ما، تظاهرات ضد جنگ کردن. یعنی حکومتی که خودش ما رو در این وضعیت قرار میده، خودش هم پول میده یه عده‌ای بیان در واقع علیه جنگ ابراز نظر بکنن و از این حرفا. در نتیجه این من نه به جنگی رو که خودم میشناسم از آدم‌هایی که میشناسم بهشون به احترام دارم براشون، میتونم بپذیرم. ولی از این سازمان‌هایی که پول میگیرن به قول خودش این آقایون وطن فروش هم بابت وطن فروشیشون پول میگیرن، من به نبه جنگ اینا اصلا اعتماد ندارم. اما یه ایرادی به خودمون دارم خانم مهداد عزیز، با اون که ببینید به هر حال توی شرایطی قرار داریم که منطقه‌ای قرار داریم، در جهانی زندگی میکنیم که آقای ترامپ سرمایه‌داری شما دارید ببینید چطوریه. سرمایه‌دار چینی و آمریکایی و نمیدونم اروپایی و اینا سر یه میز میشینن برای جهان تصمیم میگیرن. دوران بیوطنی سرمایه است. من با سرمایه‌داری مخالف نیستم، ولی این سرمایه‌ای که برای مردم خودشون هم چیز نیستن. این تو این دنیا یه برنامه برای منطقه ما دارن، یعنی برای منطقه خاورمیانه کلی هم برنامه دارن و این حرفا. ما جدا از بقیه نیستیم. ما نمیتونیم دنیا رو اونطور که هست نبینیم، ایدئالیست باشیم. توی این دنیا برای آدم‌ها، برای منطقه ما به خصوص خطوطی مشخص کرده. خب حالا توی این دنیا اگه من بخوام بهترین رژیم مورد نظرم بیاد،
شما بهترین نظام مورد نظرتون بیاد. خانم انتصاریه که خانم یکی میخواد، آیا ممکنه آیا در کشوری با این شرایطی که ما داشتیم 47 سال حکومت استبدادی دردناکی که بر ما تحمیل کردن، انواع گروه‌های سیاسی که بر ما تحمیل کردن، نمیدونم یک کلاب هاوس رو شما نگاه کنید، توی کلاب هاوس ببینید کلاب هاوس رو قبضه کردن و توی اون حرفایی میزنن که ما علیه هم باشیم، یعنی به جور هم میافتیم. خب در چنین شرایطی ما خیلی انتخاب‌های بسیار نمیدونم 100% و فلان نداریم. ما مجبوریم شرایطمون رو درک بکنیم و با این شرایط کنار بیایم و اندک اندک به تفاهم برسیم. به غیر از این شما نمیتونید بگید من میخوام پادشاهی خواهم، اون یکی میخواد جمهوری دموکراتیک فلان داشته باشه، اون یکی میخواد نمیدونم حکومت چی نمیشه. امیری بحث بر سر نام نیست، بر سر ساختار سیاسی هست. در سر نامه، یعنی که نه موضوع این برنامه البته مشکلش بر سر نام نیست. خیلی ممنون و متشکرم. به حال این رو هم بگم در این حالی که رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگه و نمایش ضد جنگم را می‌دونزه و میگه من قربانیم و جنگو نمیخوام و تمام سرمایه مردم رو هم گذاشته برای تمام تقویت مسئله تنش و جنگ، گویا ظاهرا پیامی هم به ترامپ فرستاده برای خاتمه جنگ که ترامپ فعلا امروز صبح من شنیدم این خبر رو گفته بود فعلا در اون شرایطی که اعلام میشه در شرایطی نیست که من فعلا جنگ رو خاتمه بدم. در هر صورت ملغمه است که برای ما جمهوری اسلامی رقم زده است متاسفانه. خانم انتصاری، تقابل روایت ها میان گروه های اپوزیسیون آیا نیازمند وحدت گفتمانی است یا اونها میتونن ضمن حفظ تنوع روایت ها پتانسیل جنبش رو با تمرکز بر منافع ملی مردم ایران افزایش بدن؟ چون به هر حال جامعه ما یک جامعه بسیار متکثره، انواع زبان ها، فرهنگ ها، ملیت ها، یعنی به قدری گسترده شاید به نوعی بتوانیم به اون رو مقایسه کنیم با جامعه یک کشور سوئیس. بفرمایید میشنویم. ما این وحدت گفتمانی رو با یک صدا کردن همه جریانات نباید اشتباه بگیریم. قدرت ما واقعا در تنوع افکار ما هستش، به شرطی که این تنوع حول محور یک میثاق ملی برای یک ایران، مدیریت یک ایران دموکراتیک باشه. ببینید یکی از ارکان اصلی این میثاق پذیرش اصل عدم تمرکز، تقسیم عادلانه ثروت و قدرت سیاسی هستش میان تمام اقوام و ملیت‌های ما هستش. دهه‌ها استبداد نشون دادش که تمرکز روی مرکز نه تنها برای ما چیز بهایی نخواهد داشت، بلکه امنیت ما رو به خطر میندازه، پیوندهای ملی رو تضعیف میکنه. من معتقد هستم که رعایت حقوق شهروندی باید برای همه ایرانیان باشه، برای همه ملیت ها باشه و ملیت های گوناگون باید در تصمیم گیری در مورد اداره اون شهرشون، استان خودشون و مشارکت سیاسی باید دخالت داشته باشن. این که ترس از تنوع بر سر مدل حکمرانی نباید ما رو وادار بکنه که حقوق همدیگر رو قربانی بکنیم، حقوق ملیت ها رو قربانی بکنیم. من الان نمیتونم این مسئله قسمت تا یادم نرفته بگم که اون زمان که انقلاب شد من یه دختر جوان 20 ساله بودم. یادمه که خانم نوشابه امیری رفتن پیش خمینی و بعد از اینکه از پیش خمینی برگشتن به همسرشون در کیهان تلفن زدن و با گریه گفتن که نه، این حکومتی نبوده که ما میخواستیم، این یک حکومت دموکراتیک نیست. یعنی ببینید از همون ابتدا، من بارها اینو جاهای مختلف گفتم، از همون ابتدا ما باید نشانه ها رو میگرفتیم و ما نشانه ها رو نگرفتیم. الان به دلیل اینکه البته ما دیگه در سال 57 نیستیم، نسل عوض شده، ارتباطات زیاد شده، با فشار یک دکمه همه میتونن همه اخبار مطلع بشن. بنابراین
ما این نشانه ها رو باید بهش توجه بکنیم و با توجه به اونا هستش که بیان. یعنی همونطور که خانم امیری هم گفتن باید واقع بین باشیم، واقع بین باشیم، نه دنبال چیزهای ایدئالی باشیم. مسئله اینه که جامعه ما یه جامعه متکثر هستش و ما به این تنوع و تکثر باید نگاه بکنیم و سعی بکنیم که این میثاق ملی از طریق یک صندوق آرا و از طریق یک حکومت انتقالی موقت انجام بشه که همه بتونن در سرنوشت خودشون سهیم باشن. و امکانات مساوی. وقتی آدم نگاه میکنه به وضعیت جنوب کشور یا بخش‌های دیگر کشور، بلوچ‌ها، کودکان بلوچ، کردها، ستمی که بر این خلق‌ها متاسفانه وارد میشه، ترکمن‌ها، بخشی از ترک‌ها و خیلی دیگه. و حتی میبینیم که بچه‌های بلوچ شناسنامه ندارن یا برای اینکه بتونن برن از یک مردابی جایی که آب جمع شده آب بخورن که آب آشامیدنی ندارن، گاندوها اونها رو میخورن یا دستشون رو میخورن. و این فاجعه بار در سال 2026 یا 1404. یعنی این همه تبعیض و این همه طبقات، تفاوت‌های تبعیض‌های طبقاتی، فاجعه‌ای که فکر نمی‌کنم این مردم دیگر بتوانند رو تحمل کنند و باید هم اختیار و خود به اصطلاح تصمیم و سرنوشت خود باید به طور مساوی تقسیم بشه برای همه مردم و حقوق شهروندی برای همه به طور یکسان رعایت بشه. خانم امیری، آیا تمرکز بر گفتمان فمینیستی و نقش زنان در جنبش‌های اعتراضی میتونه موجب تقویت گسترش جنبش آزادی خواهی مردم بشه و آیا به دلیل حذف این گفتمان توسط گروه راستگرای اپوزیسیون کم رنگ شده؟ ببینید من فکر کنم همه افکار و عقاید به کشور ما که میرسه دگرگون میشه. یعنی وقتی میگیم فمینیسم در ایران یک مختصاتی داره، در فرانسه یک مختصاتی داره. شما نمیتونید بدون توجه به شرایط هر جامعه یک فرمول عام رو به همه تأمین بدید. در کشور ما هم همینطوره. یعنی این که من یادم میاد سالایی که خبرنگار بودم دور شاه میرفتیم شهرستان‌های مختلف، مثلا اون موقع بتی فریدن آورده بودن ایران، یک فمینیست مشهوری از بزرگان فمینیسم. ببینید اینو آورده بودن و اون خانم‌هایی که توی جلسه آمده بودن نگاهشون با اینا دو تا نگاه مختلف بود. شما نمیتونید این تفاوت دنیاها و تفاوت فرهنگی اینا رو نادیده بگیرید. همه چیز معتقدم من که باید با احترام به شرایط جامعه و با احترام به فرد و فرهنگ ما در واقع برنامه‌ریزی بشه. عجله نباید بکنید. ببینید این چیزی که شما راجع به بلوچستان اینا میگی، من واقعا از درون انگار که میدره، پاره میکنه اینطوری. خب این فقر و اینا اگر باقی بمونه که همیشه همین حکومت خواهد بود. چه چیزی اون وضعیت رو به وجود آورده؟ مردم کردستان و ترکمنستان و بلوچستان و این حرفا، اینا اگر که باهاشون رفتار درستی میشد، یعنی همون حق برابری داشتن که من در مثلا من نوعی در تهران دارم، که حالا دیگه تهران هم اینطوری نیست، الان همه جا شامل این تبعیضا میشه. اگر برابری وجود داشت کی دلش خواست اصلا وارد این بحثا بشه؟ باید آزادی و عدالت شامل حال همه مردم بشه، از هر جایی که آمدن تحت یک قانون مشخص، عدم تمرکز، خانم اعتصاری هم فرمودن و این حرفا. اما یک چیز رو نباید فراموش کنیم، ما نمیتونیم بلافاصله به این چیزا برسیم. اون گروهی که الان میاد، حالا تا اینجا که من میشنوم آقای رضا پهلوی صحبتی که میکنه میگه که انتخابات باید باشه و نمیدونم صندوق رأی باشه، یعنی امیدوارم که واقعا معتقد باشن به همین رو پیش ببرن. یا هر گروه دیگه که میاد صندوق رأی باید تعیین بکنه که ما چه جور باید زندگی کنیم، باید احترام به این صندوق گذاشت. اگر این کارو بکنیم این اتفاقات در کشورمون میفته. اما اگر
باز دوچار این اشتباهاتی بشیم که 57 شدیم. من 57 رو گروه‌های مختلف رو دیدم، گروه‌هایی که با دیدگاه‌های مختلف می آمدن جلوی آقای خمینی زانو می‌زدن و با دیدگاه‌های متفاوتی برمیگشتن به کشور و اون همون که آقای خمینی گفت همه با هم تبدیل به این شد که اون بقیه اصلا نادیده گرفته بشن و آقایون خودش رو تحمیل بکنن. در نتیجه باید همه این عدالت خودمونه که میگه همه باید وجود داشته باشه، مطابق قانون، و قانون باید شامل حال همه مردم بشه. لازم میدونم که داخل پرانتز توضیح بدم آقای پهلوی صحبت از صندوق رای نکردن، بلکه در دفترچه گذار یا استقرار اگه اشتباه نکنم، یعنی واژه دفترچه رو نوشته شده که رفراندوم میشه و 2 انتخاب هست، جمهوری یا پادشاهی، که خب حداقل من رو و یا خیلی دیگر رو به یاد سال 57 میاندازه که جمهوری اسلامی آره یا خیر. و صندوق رای رو اتفاقا خیلی هم باش موافقم. صندوق رای رو مردم میان و میگن که چه جور ساختاری میخوان و از طرفی هم با شما کاملا موافقم. اگر تاریخ جنبش های آزادی خواهی و فمینیستی که من داخل پرانتز برابری حقوق همه مردم است و نه فقط تمرکز روی زنان، شاید یک عقبه 100 ساله هر کدوم داشته باشن و دقیقاً این نیست که یک شبه معجزه‌ای بشه. خانم انتصاری، در رقابت‌های میان نیروهای مختلف اپوزیسیون آیا تلاش برای ایجاد یک گفتمان ملی مشترک ضروریه یا حذف مطالباتی چون زن زندگی آزادی، خب به حال میدونیم یه بخشی از این اپوزیسیون زن زندگی آزادی رو اصلا حذف کرده و گفته به تاریخ پیوسته، آیا باعث تضعیف جنبش اجتماعی به نظر شما نمیشه؟ من فکر میکنم که این سوال شما ربط داره به همون سوال قبلیتون. من فکر میکنم که حذف گفتمان فمینیستی از جنبش ملی ما یا همون انقلابی که در راه هستش، این موجب تضعیف جنبش میشه، چرا که نیمی از جامعه ما زنان هستن و زنان در حقیقت پایه ها و ستون های اصلی این جنبش هستن. بنابراین اگر ما به این مسئله دقت نکنیم، یعنی همون نشانه هایی که گفتم خانم امیری به درستی گفته بودن دقت نکنیم، باز اون بلاهای سر ما میاد که در 100 سال گذشته سر ما اومد. ببینید از جنبش زن زندگی آزادی باعث شد که زنها بدون حجاب بیرون میان، زنها توی ادارات مبارزه میکنن، توی خانواده مبارزه میکنن، دنبال حقوقهای از دست رفتهشون هستن. بنابراین این باعث میشه که ما هنوز اون مطالبات جنبش زن زندگی آزادی رو که به درستی هم بود و شامل همه میشه، این رو در نظر بگیریم و این رو حذف شده نبینیم که بعد ما بیایم ببینیم که به این دلیل که ما هنوز خیلی مطالبات دیگه داریم و اینها بعداً بهش پاسخ داده میشیم، به این شکل اون جنبش فمینیستی و جنبش زنان ما نادیده گرفته میشه. جنبش اگر که شما دقت کرده باشین، نمیدونم وقت دارم، اگر شما دقت کرده باشین، جنبش زنان ما یکی از قوی ترین جنبش های ایران بود. یعنی جنبشی که در تمام کورمال و ریز و به طور پنهان تونست خیلی کارهای رو در جمهوری اسلامی انجام بده که البته میدونید برای هر کدومش هزینه‌های زیادی پرداخت شده و هنوز هم زنان مبارزه ما در کنار مردان مبارز در زندان‌ها هستن و جانانه دارن از حقوقشون دفاع میکنن. به این دلیل من فکر میکنم که ما اگر بخوایم که برای طبق اون سالهای قبلی اگر بخوایم که یک میثاق ملی رو تشکیل بدیم که جز این راهی رو نداریم، یک میثاق ملی داشته باشیم که در برگیرنده تمام افکار، تمام افراد و تمام قومیت‌ها، تمام مذهبی‌ها و همه توش باشن، جنبش توجه به حقوق زنان یکی از ارکان اصلی این مسئله خواهد بود که حتما هم باید به طور جدی بهش توجه بشه. نه خب بحث زن زندگی آزادی که من میگم فقط تو مقطع 401 نیست، بلکه یک پشتوانه یا عقبه بالای 100 سال داره
و هنوزم پتانسیل بسیار قوی داره و در دل خودش همچنان دستاوردهای خودش رو پیش میبره، ولی به هر حال از سوی بخشی از اپوزیسیون میخواد کمرنگ بشه، چون ما توی اون 401 شعارهایی رو میدیدیم که متاسفانه در بخشی از در واقع مخالفان یا اپوزیسیون بسیار اصلا نادیده گرفته شده، مثل آزادی زندانیان سیاسی، مطالبات فرهنگی، مطالبات صنفی و برابری‌های جنسیتی و غیره. در صورت برمیگردم به خانم امیری عزیز. در میتونم یه چیزی بگم؟ بفرمایید. من میگم که اگر تو اون دفترچه اضطرار صحبت هایی که آقای رضا پهلوی گفتن که ما صندوق رو ملاک میگیریم و در اونجا دو گزینه پادشاهی و جمهوری هستش، اگر این انتخابات یک انتخابات دموکراتیک باشه با حضور نمایندگان تمام اقشار مختلف مردم، تمام صنف‌های مختلف و نظارت بین المللی باشه، این انتخابات اگر به این شکلی که میگن و عمل بکنن، این انتخابات میتونه اون چیزی رو که ما طالبش هستیم انجام بده. ولی این صحبت با بسیاری از رفتارها و نگرش‌های بعدی یه مقدار متفاوت هست که اون ما رو و بسیاری از مردم رو نگران کرده. اگر که ما این رفراندوم رو بپذیریم و نوع حکومت در اون رفراندوم مشخص بشه و نیاییم قدرت رو به یک نفر واگذار بکنیم، فکر میکنم که مردم این تا حدودی مطالبات مردم و خواسته مردم رو در حقیقت برآورده میکنه. شما خانم امیری اشاره کردید که با یک سری از نشانه ها ما باید متوجه بشیم که سال 57 دیگه تکرار نشه و یک نمونه همین این که دو انتخاب در برابر مردم گذاشته بشه، یک و دو، با توجه به صحبتی که شما کردید و بسیار اهمیت داره و نحوه برخورد، نحوه شعارها، مرگ بر نمیدونم سفاسد، مرگ بر این، مرگ بر اون، این حرف نزنه، اون حرف نزنه، شما خفه شید، شما پرچم نیارید، خب اینا نشانه‌ای که آدم باید یه مقدار مراقب باشه. در صورت چون وقت کمه میرم سراغ خانم امیری عزیز. در شرایطی که هزینه اعتراض بسیار بالاست، جنگ و حمله نظامی هم مزید بر علت شده، آیا غیبت اعتراضات خیابانی به معنای ضعف جنبش اجتماعی یا نشانه تغییر شکل عملیات مردم؟ یه جمله بگم، ما فرصت‌های زیاد این شانسی رو فعلا داریم که از این وضعیت نجات پیدا کنیم. در نتیجه خیلی هممون موظفیم که پاس بداریم این مرحله رو. اما درباره کم شدنش من فکر نمی‌کنم کم شده. به هر حال وقتی که اونایی که حمله میکنن هم امریکا میگه، هم شاهزاده میگه، هم اسرائیل میگه نیایید بیرون، خب معنیش اینه که در این لحظه بودن مردم در خیابان ها میتونه خطرناک باشه. فکر میکنم الان وقتی که اعتراضم اونجا میگن، آقای اژه‌ای میگه ما اعتراضم جواب با دشمن برای ما، آقای رادان هم میگه حتی اعتراضم از نظر ما دشمنی تلقی میشه. طبیعیه که ریختن که مردم الان میاد تو خیابون خیلی کمکی نمیکنه. مردم معلومه که معترضن، به شکل‌های مختلف شما اینو احساس میکنید، اما هر چیزی موقعی داره. این ظاهرا باید یک کمی صبر کرد، این فضا فراهم بشه و مردم هم بیان تو خیابون. امیدوارم هر چه زودتر فراهم بشه، اما بیش از اون آرزوم اینه که قدر این دوره رو بدونیم. فکر نکنید که همه روزهای آینده در انتظارمونه که انتخاب بهتری داشته باشیم برای زندگیمون. باید سعی کنیم از این مورد استفاده کنیم مثل آدم. امیری عزیز، من ناچارم مداخله کنم و این هستش که ما در طی این 5 دهه همش انتخاب بد و بدتر کردیم و به نظرم اینجوری نیست که ما اینقدر محدودیت انتخاب داشته باشیم، در این حالی که به هر حال هر نهله فکری توی نیروهای مخالف هم حق دارن که احساب خودشون داشته باشن، فعالیت خودشون داشته باشن، کرسی اگه اجازه بدید تو پارلمان داشته باشن. اما بحث بر سر این است که وقتی ما صحبت از دموکراسی میکنیم و عملیات مردم میکنیم، اگر 2-3 روز قبل از جنگ رو حمله نظامی آمریکا رو در نظر بگیریم، اعلام اعتصاب گسترده شده بود، دانشجویان در دانشگاه‌ها به طور گسترده داشتن اعتراض می‌کردن، مردم تو خیابون‌ها بودن و اینکه خب به هر حال یک گروهی این در یک بخش‌های منافع
در واقع مشترکی میشه. خیلی هم خوبه رفت خامنه‌ای رو زد و کشت یا فرماندار کشته شدن، اما یک جاهای یک گروهی که دستور مثلا میخواد که حمله نظامی بشه و تداوم داشته باشه، یه سری بحث‌های بسیار پیچیده‌ای که متاسفانه به خاطر وقت برنامه ما بهش نمیتونیم بپردازیم و شما میتونید چون دست بلند کردید توی 30 ثانیه بفرمایید چون وقت برنامه تمام شده. مثلا اینو که گفتی میشه درباره هر کدوم ساعت صحبت کرد، ولی این که من میگم که وقت زیادی نیست که همین الان انتخاب کنیم، معنیش اینه که از همین حالا برای با هم بودن، حالا هر کی راهش رو پیدا کنه، من فعال سیاسی نیستم، راههایی پیدا کنیم برای که بتونیم کنار هم بشینیم و بدون توقعات خیلی زیاد این دوره رو به پایان برسونیم. منظور من اینه. همین هستش که نیروهای مخالف این ظرفیت پذیرش رو داشته باشن که بتونن بر سر یک به قول خانم انتصاری یک میثاق ملی یا به هر حال منافع مردم کنار هم بشینن، ولی خب متاسفانه ما این تنش رو میانه و عدم تطابق رو میانه برخی گروه ها داریم که برنامه دیگری می‌طلبد. در صورت بسیار متشکرم از حضور هر دو مهمان عزیز در این برنامه. وقت برنامه متاسفانه تمام شد و من نتونستم سوال آخرم رو بپرسم. متشکرم از خانم شهلا انتصاری، سخنگوی شورای ملی تصمیم از آلمان، و خانم نوشابی امیری، ژورنالیست نویسنده از فرانسه. از شما بینندگان عزیز هم بسیار ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. برای